چرا این پسبندای زنجیرکش 2 تا مهره داره؟ تو اغلب موتورا که ببینی به این صورته. حالا یا 2 تا مهره 6 یا 2 تا مهره 8. چرا؟ اگه 2 تا مهره باید باشه، چرا اینا 2 تا مهره نیست؟ فرضاً یا مثلا مهره میلی وسط تنه، چرا 2 تا مهره نداره؟ یا میله کمک، پیچا کمک، چرا 2 تا مهره نداره؟ علتش اینه. همینجا من بهت اعلام کنم. اول که تو یه سری هم موتورها هست که میله چرخ عقب تو خلع قرار میگیره. یعنی این که هر آنچه که شما خواستی اینو سفتش کنی، میله چرخ عقب قدرتی تنظیم کردن نداره. یعنی هر چقدر که پیچ سفت بشه، همچون فلوکش اینا میکشه و نمیذاره که درست تنظیم کنه. اینا گذاشته به خاطر اینکه اون میل چرخایی که تو خلع قرار میگیره، که عمدتاً بعد از مثلا تو همه موتورم هست، دوربینا بیاد جلو مشخص، اینا با تورک متر بسته میشه و تا یه حد خاصی باید صفر بشه. وقتی که مهره صفر میشه و این مهره ها رو شما خواستی سفتش کنی، چرخ باز دوباره میکشه و تنظیمی چرخ رو به هم میزنه. اومده چی گفته؟ میگه که مهره چرخ رو تا حدی سفتش میکنی و زمانی که خواستی این مهره ها رو صفر کنی، به این صورت الان همچون این موتور که آچار 14 میخوره به کف که رسید کافیه و بعد مهره روی رو اینا با آچار میگیری و بعد مهره روی رو صفر میکنی. یعنی این 2 تا رو نزدیک به هم میکن تا این حد. دلایل دیگه ای هم داره، چون اینا یه سری به این میگن پولکی زنجیرکش مثلا، یا حالا اسم مشابهی هم داره. یه مدلش هست که آلومینیومیه که این حتی بیش از حدی که صفر بشه این پولکیه را میشکونه. دلیلی بعدیش که هست اینه که این حالت ایمنی بودن داره. یعنی چه؟ یعنی مثلا کمربند اطمینان، مهره اطمینان. پس نقش این مهره اینه که زمانی که خواستی میل چرخ و تنظیمش کردی، این مهره رو بگیری و این مهره روی یا سفتش کنی. این هم جلوگیری هم میکنه از افتادن و شل شدن مهره ها. جایی که حساس باشه، فرضاً مثلا برای یه سری هم پیچا مهره ها، یه پلاک ها هم این موارد به همین صورت پیش میره.